سلام، وقت شما بخیر. به این ساعت خبر از یک خوش آمدید. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که امارت اسلامی قصد دارد دیپلماتان جدید به آلمان برای پیشبرد امور قنسولی بفرستد. در این گزارش آمده که امارت اسلامی برخی دیپلماتان حکومت قبلی در سفارت افغانستان در آلمان را فراخوانده و قصد دارد سرپرست کنونی در سفارت افغانستان را برکنار کند. همزمان با این سفیر بلاروس در تاشکند با عبدالغفار بهر سفیر امارت اسلامی برای ازبکستان دیدار و در مورد بهبود همکاری‌های سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده است. در این دیدار طرف بلاروسی پیشنهاد معرفی نماینده غیر مقیم به افغانستان را نیز مطرح کرده است. به دنبال تحکیم روابط خوب سیاسی امارت اسلامی با کشورهای جهان، رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که کابل قصد دارد دیپلماتان تازه به آلمان برای پیشبرد امور قنسولی بفرستد. در این گزارش آمده که امارت اسلامی از ماه نوامبر 2024 میلادی تا اکنون 13 دیپلمات را که پیش از فروپاشیدن نظام قبلی افغانستان به آلمان اعزام شده بودند فراخوانده و اکنون تنها 3 دیپلمات باقی ماندند. هرچند وزارت امور خارجه امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته، اما در این گزارش آمده که امارت اسلامی قصد دارد سرپرست کنونی سفارت افغانستان در آلمان را برکنار کند. باعث کاهش انزوای جهانی می‌گردد، ضمنش کمک‌های بشری افزایش می‌یابد و کانال مستقیم ارتباطی بین امارت اسلامی افغانستان و اروپا به وجود می‌آید تا مشکلات حل گردد و روابط سیاسی بیشتر از پیش تقویت شود. همزمان با این الکساندر سرگویچ سفیر بلاروس در تاشکند در دیدار با عبدالغفار بهر سفیر امارت اسلامی برای ازبکستان درباره بهبود همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک گفتگو کرده است. در این دیدار طرف بلاروسی پیشنهاد معرفی نماینده غیر مقیم به افغانستان، تشکیل گروه کاری مشترک صنعتی، اجرای پروژه تولید شیر خشک در ترمز، همکاری در بخش صحت، تسهیلات ویزا برای تاجران افغان، همکاری‌های قنسولی و مشارکت در پروژه‌های منطقه افغان ترانس تاپی و کاسا 1000 را مطرح کرده است. کشورهای زیاد هم خواستار تعامل بیشتر با افغانستان هستند و امیدوار است که زمینه‌های جنوب کمک سرپرست افغانستان بیشتر میسر گردد. چنانچه اخیراً سفیر کشور بلاروس در تاشکند با سرپرست سفارت افغانستان در تاشکند ملاقات نموده و خواستار بهبود روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان هر دو کشور گردیدند. باید گفت که کشور بلاروس در گذشته هم روابط بسیار خوب با مردم افغانستان و حکومت‌های قبلی داشت. در سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه هند تایید می‌کند که امارت اسلامی نور احمد نور را به عنوان کاردار در دهلی نو معرفی کرده است و این کار در پی ارتقای ماموریت فنی هند در کابل به کاردار پس از سفر امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی به هند صورت گرفته است. همان گونه که میدانید مدت پیش زمانی که وزیر امور خارجه افغانستان به هند سفر کرده بود، ما ماموریت فنی هند در کابل را به سطح سفارت ارتقا دادیم. پس از آن فردی که ریاست ماموریت فنی هند در کابل را به عهده داشت به عنوان کاردار ارتقا یافت. در همین چارچوب اکنون طرف افغانستان نیز یک دیپلمات را به عنوان کاردار خود اعزام کرده. سخنگوی وزارت خارجه هند همچنان تصریح کرده که روابط بازرگانی میان کابل و دهلی نو در حال بهبود است و مقام‌های امارت اسلامی در جریان سفر به آن کشور خواستار به میان آمدن دهلیز هوایی میان هند و افغانستان به ویژه در بخش‌های دارو، میوه‌ها و سایر کالاهای اساسی شدند. در خبر دیگر اینکه مسدود ماندن گذرگاه‌های تجاری میان افغانستان و پاکستان این بار ضربه جدی بر صادرات کشاورزی پاکستان وارد کرده است. همزمان با فصل برداشت فرآورده‌های زراعتی در پاکستان، محصولات کشاورزان و باغداران به دلیل بسته بودن مسیرهای تجاری با افغانستان در معرض فرسودگی و ضرر قرار گرفته است. ندیم بهرام. مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان روزانه میلیون‌ها دلار زیان برای هر دو کشور به همراه دارد. چودری اسام خیاس میله، عضو پارلمان پاکستان میگوید که فصل برداشت کینو و مالته فرا رسیده، اما باغداران و تاجران هنوز آمادگی خرید و فروش این محصولات ها را ندارند. دلیل اصلی بسته ماندن گذرگاه‌های تجاری و کاهش صادرات به افغانستان است. اگر مسیرهای تجاری افغانستان باز نشود، محصولات کشاورزی مانند کینو و مالته، درست مانند گندم و سیب زمینی دچار ضررهای جدی خواهند شد. من پیشنهاد تشکیل یک گروه ویژه پارلمانی برای حل این مشکل را ارائه کردم. فروشندگان میوه و سبزی در پاکستان نیز وضعیت بازار را بحرانی می‌دانند. مزدور بیکاره، زه بیکاره، چې کینو راشي هغه 10 پیسو خرڅېږي چې ناغو ته ورکوي د مونږ ته ورکوي. څه کال خو لا چا خریداري نه ده کړې، اوس راووتلو خرڅېږي ښه ارزانه، مارکیټ ته چې راځي ښه ارزانه خرڅېږي، نه ورته څوک ګرځېږي نه څوک ګلي.
ذمہدار سک اوس خو ذمہدار خپه دی او مخکې کوم زوړ سټاک و هغې کې بوپاري خپه و ولې هغه پورې ورته په 8000 6000 7000 8000 پورې ورته خالي په سټور کې هغه پرېوتې وه چې هغې ساتلي وو. همزمان خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان میگوید بسته ماندن گذرگاه ها نه تنها بر پاکستان بلکه بر افغانستان نیز زیان وارد کرده است. به گفته او در حال حاضر حدود 15,000 کانتینر کالا در مرز گیر مانده و اقتصاد هر دو کشور آسیب دیده است. بند شدن راهها در این وقتا که واقعا موسم میوه و سبزی پاکستان است واقعا به نقص زیاد پاکستان است، اما در پالویشان افغانها هم بسیار متضرر شده، ولی اضافه از 15,000 کانتینر ما در اوجا بند مانده و این سرنوشتش معلوم نیست. تقریبا در حدود 6 میلیارد دلار هستند و در 6 میلیارد دلار کل سرمایه افغانها پامل میشه. به می خاطر برای هر دو طرف قابل درک است و به قابل ضرر است و ضرر برای هر دو طرف رسیده. پیامدهای مثبتی که از باز شدن مرزهای میان افغانستان و پاکستان ایجاد شده میتواند اولا باز شدن این مرزها سبب افزایش حجم تجارت میان دو کشور میگردد. هر قدر که مرزها میان دو کشور فعال باشد همانقدر حجم تجارت میان دو کشور بیشتر میشود، چون افغانستان و پاکستان از دیر زمان بین 2 الی 3 میلیارد دلار آمریکایی تجارت با هم داشته باشد. وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی نیز پیشتر اعلام کرده بود که تجارت میان افغانستان و پاکستان در سال 2025 40% کاهش یافته و به 1 میلیارد و 766 میلیون دلار رسیده است. محمود خان اچکزی رهبر اپوزیسیون پاکستان گفته که سالانه هزاران نفر در آن کشور کشته می شوند و به آنها صرفاً اتهام حراس افغان وارد می شود. آقای اچکزی همچنان افزوده که حراس افغان فقط به معنای اسلحه و انفجار نیست، بلکه به معنای وادار کردن مردم بیگناه به ترک خانه‌هایشان نیز است. این در حالی است که رژیم نظامی پاکستان به باشندگان منطقه تیرا در خیبر پختونخوا هشدار داده است که تا تاریخ 25 جنوری خانه‌های خود را ترک کنند، زیرا اردوی آن کشور قصد دارد در آن منطقه عملیات نظامی را اندازی کند. بلال آریان با شرح بیشتر. رژیم نظامی پاکستان به باشندگان منطقه تیرا در خیبر پختونخوا هشدار داده است که تا یک هفته دیگر خانه‌های خود را ترک کنند، زیرا اردوی آن کشور قصد دارد عملیات نظامی بر ضد گروه‌های حراس افغان در این منطقه راه اندازی کند. این در حالی است که رژیم نظامی پاکستان به دلیل سیاست‌های نادرست خود حضور گروه‌های حراس افغان را در داخل خاک افغانستان می‌داند و اما عملیات‌های پاکسازی گروه‌های حراس افغان را در داخل خاک خود انجام می‌دهد. در این میان محمود خان اچکزی رهبر اپوزیسیون پاکستان گفته که سالانه هزاران نفر کشته می شوند و با آنها صرفاً اتهام حراس افغان وارد می شود. آقای اچکزی همچنان افزوده است که حراس افغان فقط به معنای اسلحه و انفجار نیست، بلکه به معنای وادار کردن مردم بیگناه به ترک خانه‌هایشان نیز است. حراس افغان فقط به معنای اسلحه و انفجار نیست، بلکه به معنای وادار کردن مردم بیگناه به ترک خانه‌هایشان نیز است. روزانه ده ها نفر و سالانه هزاران نفر کشته می شوند و با آنها صرفاً برچسب حراس افغان زده می شود. حراس افغان واقعی گسترش ترس است. در همین حال اما روز گذشته سهیل افریدی وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا به منطقه تیرا سفر کرده و گفته است که دلیل این اخراج اجباری تصمیم‌های پشت درهای بسته است که هدف آن از بین بردن تروریسم نه بلکه تامین منافع سیاسی است. څومره روپې اسرا کمیټمنټ شوی دی غټولې به ته ټیک شو دلته نادره مسلې جوړې کړې وي دغه د واجب په ختم کړه مو ته چې کوز روشوس چې یو ځل صرف چې کم دي د کوډر ورسي کوم په کوم به ته نادره جوړېږي کوم په کوم رجستریشن هم کیږي سنټر به هم ډېری شي دا چې کم زلالات دو غوړي چې د موږ پرې دي ذلیل کی دا بر سره ذلیل کوي نه ان شاء الله او زه به ته په کوړه کې په خپل کې نه ان شاء الله. آقای افریدی همچنان افزوده است که چرا با انجام 22 عملیات بزرگ و نزدیک به 14,000 عملیات کوچک صلح تامین نشد. اکنون چه تضمینی وجود دارد که این عملیات نظامی امنیت بیاورد؟ تیرا خانه من است و مردم آن مردم من هستند. نن د تیرو خلکو لا سره غلایم کانټر به بیا جوړیږي
هر څه به بیا جوړیږي. دلته نه چې کم دي ته په خپل ساين باندې ورته ټوکنې ورکا چې دلته چې کم دي د مسخوتان په دا سړک نه تیروي. دا د چا د پلور نه کرو نه دي، دا د پاکستان د پر قرباني ورکوي. دا پاکستان د مونږ دی، دا خوره د مونږ ده، بدموشي هم د مونږ چلیږي ان شاء الله تعالی. دوکا کلوکا ورڅور بسه. بر اساس گزارش ها حکومت اسلام آباد اعلام کرده است که در نتیجه این عملیات نظامی نزدیک به 100,000 نفر بی خانمان خواهد شد. این در حالی است که پیشتر نیز در سال 2013 نزدیک به 11,000 خانواده از منطقه تیرا در ایالت خیبر پختونخوا بیجا شدند. در این مدت اردوی پاکستان تأسیسات نظامی گسترده‌ای در منطقه ایجاد کرد. این بود خبرهای این ساعت. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.